شابونو چی می خاله جو؟ گلگ ری کار خوشی بیا و رانه مرس خسور شکایت کنو مر بزده خسوریو کی زده تو خاله سوالی بگو که خسور تو زده یا گلگ تو زده؟ من خسور زده خوب با خاطر چی زده؟ خاطر بچه من برفت دو تا سیمارو بیره بکنده من برفت تو خوری جنجال کردم خیر نبینه دستگاه خدا خوشحال کنه که تو تلفن سگره بگیری تو زده رایم نی خیلی غمی نداره خاله مگو سگره نی و شیخو بفهمونه دیگه من نگه نزنه برو خاله جو خدا کمری بشکنه که به گپ پیش کس نمیکنه رمضان بله نفهمیده کی بودم اینا؟ من نفهمیدم. نه بجستم. متوجه بودی که از مو گردنی پایین برات منم اینو تعقیب بار داشتم؟ نه دیدم. من نفهمیدم. نه برگشتم ها؟ برفتم ها. من برات اینو بدویدم. برفتم. خیر باشه بالا شو. بریم. بالا شو. بریم. خب صحیح خوبه. خب به زورا که موتر نمی آیه. صحیح باشه صحیح خوبه 100% باشه انشالله میرسیم به خدمت میرسیم بخیر باشیم. بچه بله رسیم. چی شد سهیل خان کجا رفت؟ رئیس صاحب سهیل خان خود رمضان برفتم به اقبال ساخته مواد بدم. و صحیح گوش کو تو برو اسب زین کو انا که خود شما میریم به جایی که اونجا مسیر موتر نیه انا سهیل خان رمضان زی بگو هرچی فوری بر جا هستی خود برسون به باغ رسون. باشه چشم رئیس ما به چی بیاییم؟ شما سکیلا سوارشیم به خاطر از اینکه راه موتر نیه. باشه چشم. ما میریم به جایی میریم. باشه چشم. بله سهیل خان موادار تحویل کردیم. همون تو مستقیم خود رمضان بیایم به باغ کمایم خود رئیس بریم به جای زودتر که خیر بینه. باشه خداحافظ. های بلنگ بلنگ های بلنگ های امان ناز دلبر لا 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 چشم سیاه داری قربان چاقوم یار ممون کجا داره. میگو کسی نیک از تو پرسان خونه تو چرا این دیونه به در سر رکیدی بیدی؟ کده دیونه؟ شاگل دیونه به چیه خو گناه ملامت منه؟ خو گناه ملامت میکنیه؟ او بیامده به پیش من هیزم بشکستم. یک بار گفته که به پیش من بگریهشو گفته که من خسار تو اثر خو بالا کرده بسده به زمین بده که گرده من نسپینی امال برفتم به چیز به شفاخانه چیز رفتم گفته که تو باید گرده بندازی نوتو. به شفاخانه چی؟ به شفاخانه مدرمه پنج شمیشه من خوشو تو بغیرم با من دوباره به جنجال انداختی. ما چه جنجال کی ما گفتم من خوشی خو تو هم شاگل دیونه ری نکردی به در سرو که به چی کار نکردم؟ کره که برو پیش خوشو مگه عرض کو بدونم تاگی شو الان به اوزی شست عرض میکرده. خب چی بفهمیدم؟ خب بیامده شکایت کرده دیگه. میرم به شکایت گفتم برو کلون خسر مخوشی منه. لا اله الا الله گیل لگویدم تاگی شو نده که یک از میخوری یک دو تازمی دیوال کچره؟ تو چرا کار تو تالی زمید میکشه زمد میکشه میده خوشو نه برو رو سر خبرسون خوکو برده برو سره برد بده خاک بم رنگ توشه چی گفت بابا چی خول بکنه
قول مقال از این میگو که سر قبرستون تو سر قبرستون دومات تو کتبی اصلا گوکندار کجا خود کرده همو که شما بیتر بره ترسومی زمار کجا هم کرده شما که بغیر جنجال که مردم آدم سر بیه قول مقال کنه تو سعی کن شاگل دیونه بیارد به در سر آورد اون نمیزدی رو بزدی آخ نه واسه مر زده بیدم به چیو و خیره که زده بود دیگه چرا بزنه به چه نادونه کدو سلو برو تو بیچاره به چه همدی خودتگاه کی که خود نواسم خور میگیره و بیا تو بعد نمی کسان نمو خودتو یک کلی بگم بسن برو دیگه تن برو برو دیگه عبرت کردی تن خور سایکو که چی میگو؟ بابا این کیلو که چلوی نیه که ما به تو نسیه بودو پول نداری خب مردم فاریار بکش ردگاه پیلکو مواد بقرض نمیشه برادر هر دم پول دیشتی بیا که ما به تو بدم هر چی می هست آماده ها نگه پول ندیشتی به ما زنگ نزنی برو بخیر بشی مواد بقرض بدی چی خبر کجی خون؟ خیر خیریاته؟ بخیری جون تو جوره؟ شکر چی گپوه؟ خیری وضعیت امنیتی چی خبر لولو؟ والله خوبه چیکار کنی او الهی شکر مدت آدم باید حواس خوب جمع کنه این روزا که بیخی به روزا وخیم شده کجای کجیر خون؟ که به خلی چی درک نداری خیریات خوب باشه؟ الحمدلله قرار قریریه بیا مدون دنبال کمک مواد گفتی برات مواد آمدم کجیر خون؟ پول چه کار کردی؟ پول مولی هم بیاوردی یا نه؟ میارم کجیر خون گوش کاش که من چی میگو؟ من بدون از این که میارم نمیشه برار خوب کردم از من کاسته پول رئیس تحویل میگیره من مجبورم پول بینه به بینه برای تحویل بدم این خود نمیشه که من میارم تو از پیش من مواد میبری میفروشی بعد پولی رو نقد من بیاری بدی اقبال سخت رئیس بختار با من جواب رئیس به جمع دل جمع برو موادار بیا رئیس نمیشناسه تو رئیس فقط من میشناسه چرا مواد به من تحویل میکنه پول رو از من تحویل میگیره تو کاستی از دست من مواد میبری برار خوب کردم اقبال سخت اقداره که رئیس به تو آدم نزدیک باشه به من بیشتر نزدیک خود تو هم به جریانی پول کی میاری برو من میارم و بیا که بریم بغله بریم نگاه کن همینه نگاه میزنی دفعه اول جو نمیده چیم من جان نداری جان تو این تو میتونه آخه نظر نگاه کن بله دیگه یک دوری مامان بله دیگه خب تو سعی کن کینه؟ قلاق شمار بگیره آنانو فلات چیم بخیر اینجا جای مواد کشیدانه کینه تو کاکا وقتی بره تا خراب کنه بره برو به اکا آقا بریم تو دیم بخینی نینی وقتی که ایده با خدا شمار بهم یک مرمی عروم میکنو منم نگم آقا جان دیگه داری خونونگه وقتی بریم از اینجی کسی به سر رو مواد نمیکشه بریم تا خراب کنی بشینی بعد از اینجا مردم تیر میشه شما که دیگه از شهر مایه نداریم دیگه بانو کاکا منات کن خو من میرم پس دوباره برگشتم شما اینجی نبینم که نفر یک مرمی به شما اوکاش میکنم من مقصد به شما گفته باشم دیگه نظام است السلام علیکم و علیکم اون درواشی خدا خوا و علیکم سلام هنشتن گیپا خوبی خیاری سلامتی شکر ببو قرار از مزایمه نانی ما گفتن کمی پول بدیم امروز چاش گوش میخریم خالی میامده شو مدار میکنه نموده خو قلور تروش قلور شیر قورید کداره خو همونا پخته کن گوش نما چیکار کنه دیگه ببو بعد امونا پخته کنن کلور تریش کلور شیر قورید اینا گوش ببار کنیم ابرو آدم نره ببو باستن خود کله گنده خو به ابرو میفهمی ببو دهن خوال دوا کنیم
با کلیم خراب شد اگر میفهمی. مثلا کله تو خراب شد چه کار کرده میتونی؟ ببو خود شما خبر داریم من اشته اصابی دارم. با اگه سیما اصاب من شرطی کنه دیگه من نمیفهمم تو ببو منی چه کاره هستی دیگه. نگو بله. برو خود کله گنده خوبم بیبی خوبه که بگردون قلوتورش بار کنم. بده دیگه چه دیگه هیچی دیگه. بده دیگه خود کله گنده خیام بیام دارستان ناز میکنه. با قربان دم دروازه میشم دیگر نمیایم به محلت صدا تور میشنوم بزغال میشم دیگر نمیام به محلت. کجا بیدگی پاک؟ گیلا گشتنی. شنی جان جوره سلامتی. تیار هستی شکر. کجا بیده رقیف برفتم گیلا پیش خصوص تو اصاب من خراب کدالی هم بیاردم پیش تو. چه خصوص اعصاب تو خراب کرد گیپک؟ چرا گیپک اعصاب تو خراب شده؟ هیچی میرم به پیش میگم ببو کمی پول بده خالی من امروز چشم بیامده میمون ماشه برو با تو میگم برو قلوتوری شو ببار کنه بعد حالی من نمیتونم برو به سر سفره بشینم گیلک بچیم یک مردی بکن 200 پول بده خاطر برم گوش بخرم برم به سرا حالا اگه گوش نخرم بعد من برم به سرا به خدا. سیکو گیپک به سر تو دارم که خوب سر تو یک بوجی پیاز به پیشم بیارزشه به تامی کیسام دیف کنی یک ریپیاکی بودن حرم باشه رقیف. من روی خوبه کی بکدم بیا بری زلی. شتنم اول خوبه خیریاته چی گپایه شو کور قرار قراری کما که برف کرده به زنجگاه خل خونوکه چی گپایه به طرفا شما رئیس صاحب بچه ها مگی خوب هم سایل خان اینا تیار هستین فراز از مزاحمت یک مقدار پولی هم به شما حواله کردم انا شما یک لطف بکنیم یک 50-60 کیلو مواد هم به ما ری کنیم اگر امکان میدهش یک 5-6 بشکه شراب هم ری کنیم رئیس صاحب. نه رئیس صاحب از هر رقم ری کنیم بزو کشورهایی که ما ری میکنیم مصرف زیاده. خوب رئیس صاحب به اقبال سخته بگیم که به مرز نزدیک کنه به ما. تیار خوشحال باشیم بخشش باشه رئیس صاحب خیلی بخشش باشه. خداحافظ شما. آخ چی کنم از غمی تو چی کنم آن بیامد بیا سبک شما بفرمایید گیلک جان. گوش کش گیلا ها بزار نباشی بگو خب بگو دیگه تو خود کلگل من میگم ما بزو بگم که پول داری به قرض بده که ولی گوشت بخری که خالت آمده. خب تو میگی شما جو 200 پول داری و خرج به من بدی. تو گیپک جو 200 پول می چه کار 200 پول ما خاطر که چیزه ای خالی عذبی آمده به سر خوشیومه انا ما شما خرت پد بخره آتاش خال و فهمیدی کجا میری تو فش نکو دیگه ولی شما داری بدی. یعنی شما به بسته زندگی خود 200 پول ندارین که به میمونا خو شیمه بسلونه. چرا به من میگی فس نکن ما هم قطع ریشتونو. خب گیلک تو گفت زده یاد نداری. خب چی فس نکن راست میگم دیگه تو گپ تو یاد داری پس گپ زده نمیدونم من برای دوتاش خال میرم بدی کن. خب راست میگه گیلک همین از تو بیشتر میفهمه. خود تو خود کلگنده خوش آمد گپ مفت میگی بیتر از تو میفهمه. اگه تو داری غیرت کو دیگه غیرت همت کو بگی 200 پول بده که برتگه بره میمونه خود در فزفر کنه. به خدا معذرت گیلک جو فقط یک بیستی به کسی خودارم او هم 3 کنجیونیه نمیچله. ندارم اگه دیشتی فدای سر هر دوت شما 3 کنجی میگه نیه بگو یک چیزی یا مثل تو گیلک دیونیه. برو بخیر بری برای خدا حافظ. گیلک حالت اون مستون است. بره